سلام شاگرد عزیز، درس سوم با حنا. ناونز یا اسم ها از لحاظ تعداد به دو دسته تقسیم میشن. خب به انگلیسی میگیم nouns are divided into two categories based on the number. خب اولین کتگوری یا نوع اولش عبارت از singular nouns، اسم های مفرد. And the second types یا کتگوری دومش عبارت از plural nouns، اسم های جمع. یعنی یک اسم یا میتونه مفرد یک دانه باشه یا میتونه بیشتر از یک دانه باشه. خب تعریف سینگولار ناون میگیم refers to one person, place and thing. دلالت میکنه به یک شخص، یک مکان و یک شی. وقتی میگیم دلالت به اسم یک شخص میکنه for example child طفل، woman زن، man مرد، boy بچه یا پسر. وقتی میگیم دلالت به اسم یک مکان یا پلیس میکنه for example house خانه، school مکتب، city شهر. وقتی میگیم دلالت به اسم یک شی میکنه pen قلم، book کتاب، fan پکه، spoon قاشق. و کتگوری دوم که عبارت از plural noun است تعریفش به شکل است میگیم refers to the more than one person, place and thing. دلالت به بیشتر از اسم یک نفر، یک مکان و یک شی میکنه. وقتی میگیم دلالت به بیشتر از اسم یک شخص میکنه for example children اطفال، women زنها، men مردها، boys پسرها. دلالت به بیشتر از اسم یک مکان میکنه houses خانه ها، schools مکتب ها، cities شهرها. وقتی میگیم دلالت به بیشتر از اسم یک شی میکنه for example pens قلم ها، books کتاب ها، fans پکه ها، spoons قاشق ها.